دوستان گرامی وقتی عبید هم نزدیک شد یعنی وقتی سوراخ نیستی روزی و ما باید جای اومدیم که اینجا فکر میکنم که بیش آزان نوشته شده است و هر غم ما اینجا برای آشوری اومدیم یک لحظه تماشا میکنیم از طرف دست چپ دیگ‌های زیاد آدم خیلی زیاد است پروا نکنید سوروشا رئیس همینجا هستن ما هم آشکاری میخواهند میخواهیم که یک جویه در یک جویگی یعنی این بود همه تیمی ورزش در اینجا جمع بودن و این یک نظر کن آفرین اما ببینید این آش رو 3 تونه آش در همین دیگ نشده و ببینید چقدر آدم خدمت میکنن اینجا مثل من سیاحا مثل من سیاحی اومده گرفتم مثل من سیاحا خیلی زیاد هستن همه از این تلفن‌های موبیلی که دارن اینجا عکس میگیرن چون که در خاطرشون ولی ببینید اینجا گوشت رو نشون چقدر گوشتش بسیار است اینو ببینید اینجا تقسیمات چگونه تقسیم میکنن اینجا اونیه تقسیمات اینجا ببینید گوشت رو چگونه وارد میکنن بسیار عجایب به نظر من میتواد اینجا ببینید اینجا نوبت است به نظرم برای اون که ما اینجا نوار میگیرن گفتن گوشت آش شما رو بسیارتر میکنن مهمانداری میکنن قضیه میشون که اینجا با خونهشون ببرن یا جای دیگر نوبت نیستن اما ما بخوایم یک روز نشسته باشیم و بعدا از این آشه که شاید اینقدر اینجا ببینید یک بار دیگر رو من یک کیفیت بردم 3 تونه که در اینجا پخته میشود چگونه و همچنین سبزی گوشت هم و هم زرد Пожалуйста, скажите, 3 тона говорят, правильно это? Трудно вообще, который такой? Здесь плов готовите? 5 тонн آش در یک روز اینجا تیار میکنن و با پیشکشی همه اون نفرایی که اینجا هستن میرسونن در حقیقت آدم خیلی زیاد اینجا شماره ماشین ها حتی اون خطر زیاد است که ما جای نیفتیم در روی راه ماشین ما رو اومدیم و به اینجا بودیم نقل شما هم توی زنه هستید در روز نظر من آش هنگرازی میدن میگن که بعضی ها گیرید دیگ میگردی اشتما سرویس از میره شما این تره نکنید این شوخی از دوستان سلامت باشید من یک کسی که بیا پیش من خرید نازداشتران باید من رو نگفتم اون است ببخشید دوستان این همین دل است اینجا دیگه چیه دیگه اینجا یک لحظه ببینید سبزی زرد هست و سبزی سور من یک بار در جای دیگر سیتی جای بود که اینجا اونجا ما دیدیم که آشش با آش پنگکی میتونه نزدیکه هم آش پنگکی با حقیقت بود در بیرون درباره آش‌های زیاد سخن گفتیم اما پیش‌خدمت وقت 5 دقیقه است به نظر من اما اینجا می‌بینید که خودم چقدر است در حقیقت به همین خاطر اینجا 3 تن 4 تن 5 تن 10 تن آش می‌پزد
Keşke